سلام دوستای جالب کار کرده. اینم از طاووسی که برای خرواز کردم. واقعا منتظر از این لحظه بودم که از شما خوش کنم چه رقم بازمانده. خیلی قشنگ و زیبا. سلام دوستای عزیز، امیدوارم در هر گوشه و کناری از دنیا که هستید جور و سلامت و سر حال باشید. دوستای عزیز، خوش آمدید در ویلاگ امروزی از ما از شهر قم در ایران. امروز میخوایم یک ویدیوی از باغ پرندگان قم برداشتم تهیه کنم که امیدوارم خوشم باید و تا آخر ویدیو ما را بیننده باشید. تا جایی که از فضایش معلوم میشه به نظر یک جای خوب میشه و جای خیلی کلانی و خیلی دلواز و یک طبیعت خوبی هم به نظر میرسه. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید و تا آخر ویدیو ما را بیننده باشید. تا آخر ویدیو ما رو بیننده باشید و بریم ببینیم. تا جایی که شنیدم میگه پرنده های گوناگون در داخل ازی هستن. شما هم تا آخر ویدیو ما رو بیننده باشید و ببینید که چه پرنده هایی در اینجا. همین نامش چیست خاله؟ لکلک؟ نه لکلک نه، طاووس. نه طاووس نیه، لکلک. آره طبیعت نمیازی؟ بوی برمی مرغابیه یا؟ مرغابی سیاه ما تمامش نگم از مرغابی ها بودن. ما تبار فقط مرغابی هفتی کش بدم سیاه را همش نگم تبار میگه هسته. عقاب سلامشی اینم از این پرنده ها. اینجی نامش هسته عقاب و سلامش عقاب. یارا در داغوری باشگاه میگفتی؟ به نظرم باشگاه میگفتیم و مزی داشتی یک دانه تا جایی که آدمه باشگاه میگفت. باشگاه که
خب بریم دیگرایش رو ببینیم. امروز چانس از ما بادم است. قسمی که میبینید در گرد هر پرنده مشخصات و نامشی هسته. اینجا نامشی چی شده؟ هش خورده معلوم نمیشه ولی دیگه مشخصات چی هسته. پرندگان راسته 4 الی 15 سال. تعداد تخم گذاری 4 تا 7. عدد تخم در سال. بریم ببینیم چی هست. فکر کنم یا چی باشه. چوچه عقاب. قاشنش مثل ازلا. چقدر قشنگه. موجودات عجیب و غریب. کنال قیامت. این جای فامیلی بیشتر که آدم میشه. جایی که آدم میشه بریم تبالینگا را سری کنیم چی ساله. اونو کیکاره. راست میگه؟ را کیکاره. از یام داشت دیده جاغری. البته چند سال پیش خیلی هم خاشم زنادم ده. چند دفعه خود بودم زیده. البته شاید رقم باشه. ما هم 2 رقمشی داشتیم که یک دنشی خیلی شوخ بود. هر کس روشم تده جانشی دیدم کرده دیگه شی عاجیز بودم. بیغرض بود به کس کار نداشتم. ما چیه؟ اینیا سال مرغابیه. اولین بار من مرغابی سیاهوش بودم. اینها طاووس. میشه یکم طاووس چوبه. یک صدا بزن. صدای طاووس را برای اولین بار شنیدم. ترسم خوردم. این چیه طاووسه؟ شاید طاووس باشه. چقدر باشه این روز خیلی بادم است. استرس کنم. این از طاووسی مصنوعی. این از آیر جور کرده. آیر خیلی جالبه. اینیا ایشه مایه. فکر کردم از چه باشه. این شکل طاووسه. دومایش. اینیا چی باشه؟ مرغابی. چه قواره جالبی داره. صدای طاووس.
پیرمون بودن اینش اونوش پرایش را قیچی که یا دیگه چیزه فرار مونی چرا در کل صدای طاووسه خب بریم طرف شترمرغا ببینیم چی رقم است. شترمرغ آفریقایی اما و طول عمر 10 الی 50 سال تعداد تخمگذاری 14 تا 21. خب بریم خیلی پرنده های جالب و سخت بزرگ اندازه یک 2 ساله باشه آره شترمرغ آفریقایی خیلی قشنگ اون را اتصال میگفتیم ببین اوخور گندم مخوره سال مخوره چقدر گردن چقدر گندم مخوره سال مخوره کام مخوره قشنگی پرنده های قشنگ و عجب الخلقه خیلی جالبه بله کلان پرنده خیلی خوبش سیلمونه گردن خوره دراز نه پاهایش هم مثل پای گسلواره لوگه و مو پایین پاش که همراهش را میگردم مثل گاوریه عجیب و غریب بود بلدم چقدر خوبش را میگرده خمچم و همین قشنگی و عجیبی مادر چقدر خوب شده خوش قیافه این وقتی که پلک میزنه رنگ چمایش آبی میشه خیلی خوشگله شاید دختر باشه چون که خوش قیافه رفت کار نداشته دادم مهربانه به همین قشنگی وقتی پلک میزنه چمایش آبی میشه خمچم که دارم میگیره خب دوستای عزیز تا جایی که امادم دیدم صدای پرنده ها خیلی دلانگیز و آرامش بخشه و چیغ پرندگان شاید شنیداشین که در نامه و از وقتی که امدم ایران وقتی میخواستم جای بروم میگفت بریم فلانی مسجد ولی اینجا متفاوت تره بلدشم پیشنهاد نم که وقتی قوم آمدین حتما از باغ پرندگان سر دهیم جای قشنگی طبیعیه و آرامش بخش صدای پرنده های گوناگون و پرنده های گوناگون در اینجا موجوده و اینجا هم یک سالونه که داخلش پرنده های احتمالاً بریم ببینیم که چگونه است و اونجا هم کلان نوشته که حجاب را رعایت فرمایید و بریم داخل ببینیم چی است صدای پرنده ها واقعا دادم آرامش میبخشه دنبال توتی بودم من اینجا توتی اینجا چون که یا پرواز منه یا داخل سالون اردنو دیگرایش پرواز منه با ما خاطره شامیده
اینم از توتی که از پرنده مورد علاقه از مایه. خیلی خوش دارم توتی ها را. واقعا به نظر میاد پرنده مهربانه توتی. این کلانای میتونه حرف ده؟ این زبادی را. سلام. نمیتونه. صدایش خوب چیه؟ خوش دارم صدای توتیه را. در مورد گونه های توتی ها زیاد معلومات ندارم، ولی خبر دارم که چندین رقم و یک رقمش میتونه حرف بزنه. شاید اینجا بتونه حرف بزنه ولی ما معلومات زیادی ندارم. ولی صدای توتی ها را خیلی خوش دارم. این چقدر قشنگه. اینو رنگ شد چقدر خوب چیه. سلام. خب نمیتونه حرف بره. برم بالا. سلام. نه داد میزنه. سلام. علی. توتی. سلام کن. گاز میگم. گاز نمیگیره. دل باشه باز میگرم. دل باشه. سلام. یک چیز کشف کنم. اونو توتی ها که زبان داشته، یعنی دیگر رقم از زبانی از اون توتی ها زبان چه مثل انسان واره بود ولی حسی فرق داره. بدیم علی یا داخلی کاسهش پرتاو کنم. سال مخره کچالویه. سیب پرنده. سیب بیشتر نشتنشی قدر خوبش مخره. قد پای خوب. سلام. قدر نازه. سلام. خودم سلام. گلی اینو فکر کنم سره حرف میزنه. علی ترسیدی داخل قاشان خو قدر سر زبان چی یک استخوانه قدر زو در داخل کاسه قاشان خو غذا را میجوه. جالب بود بلدن. پرنده مورد علاقه که است توتیه و این خیلی جالب بود بلدن. بریم دیگرایش ببینیم. چیخ پرندگانم خیلی دلانگیز و قشنگه. بای بای. مایه هم داره؟ در کجایه؟ در کجایه گفتی مایه؟ مایه در این برین در حوض هسته. ما از مایه ترس نکنم. خلام میشه. من زمان دستاد نرسی. دستادی؟ نه. تو بیا برو بگن ما دگر تستاد میشم. من مارکت داشت مایه میگیرم. هیچ رقم مایه. مایه زنده. ما میگم زنده. مایه خوردنیه. نیه خوردنی. مایه خوردنی نچون.
توسک توسک یعنی طاووس چقدر ها فهمیدم. یک فضای خیلی دلانگیز در آدم را جذب کنه. خلاصه بریم ببینیم. اینجا بیشتر پرنده هایی هست که پرواز منه. او پرنده هایی که بیرون هست پرواز نمیتونه به مو خاطر واره در فضای بازش ده. خودم که اما داخل چی از اول که داخل از باغ شدم ترجمه کردم که چرا پرنده ها در فضای باز چطور پرواز ننه. با اونای ما که در بیرون پرواز ننه ولی اینا پرواز منه. این تراکا چقدر دیق دیق شیشته یا سیو مخرن فکر کنم چون در پیش یک کاسه سیو بود. گونه های درخچه و بوتایی در داخل از این سالون یعنی علفی چی میگه یاره بوته ها را نباتات را در کل نمایش دیده که نامی ازی باشه یا ازی باشه با آدم نامشه عجب غریبه. این چیه؟ بابا آدم پرنده بهشتی داستان وحشی سر. علاوه بر پرنده های گوناگون داخل از این سالن نباتات مختلف هم وجود داره. بزنیم بریم بیرون. دلکش و فضای قشنگ داشت داخلی از سالن پرنده هایی که پرواز منه اینجا بوده. عزیزا به نظر از ما امی طاووسای آزاد که در باغ میگرده فضای از باغ را خیلی قشنگ و خاصتر کرده. طاووسی که برای خرواز کردن. واقعا منتظر از این لحظه بودم که از شما خوش کنم چه رقم باز منه. خیلی قشنگ و
توسا با وجود که اینقدر زیبا و یک پرنده خیلی به نظر از خود البته مهربانه، صدایش خیلی وحشتناکه. دفعه اول که رفتم نزدیک یک صدا از خود برکنک واقعا ترس خوردم. صدایش یک جوری وقتی ایرانی ها یک جوریه. خب بریم دنزو بال ببینیم اینی آو از کجا میاد. برای دومین بارم میگیم در قم که آمدین حتما در باغ پرندگان سر دهید، چون که یک جای خیلی زیبا و دلکش داره، فضای خیلی خوبی داره، فضای آرامش بخش داره. وقتی آمدین حتما از باغ پرندگان سر دهید. خیلی باغ این زینرات که بخوادن مندن. این آب از کجا میاد؟ کاش راه داشت مرا سیل کنیم. شاید راه داشته در نکنده. خیلی یک فضای قشنگی داره. از این بال که بایم در اون طرف یک ویوی خیلی زیبایی داره. صدای توسا خیلی عجیب به نظر دست میشه. ما خودم که طبیعت را خیلی خوش دارم، از واقعا لذت میبرم. ما طبیعت چیزای طبیعی بیشتر دوست دارم. خب بریم پایین. اگر شده پس که این زنجبای بال بره در رو بال ببینیم از قد خاک هم از کجا میاد. خیلی رونق است. طاووس هم خیلی زیاده در اینجا. بذار بیشتر نگشتم. آی قسمنده ندارم. میخوای پرخواست
اینجا هم خروگویه که از این در جاغوری هم مردم ها داشته که معمولا در خانه های خود به خاطر تخم شه در خانه های خود نگهداری میکرد اکثر مردم در جاغوری و از او که تاج سرخه و قیتر از او زیادتر بوده که اینیش که کلانتره و تاج داره از یم بوده ایره خورونی نرکک مگفته مردم در جاغوری که یکم شوخه و آدم را قاشو میزنه. خب بریم ببینیم دیگه چی هست در زیبا. اینجا هم کبوترای در افغانستان در کابل هم کبوتر زیاد بوده، البته در سخیش که دادم زیادتر بود. در افغانستان مردم میگه که کبوترها که هستن نماد صلح به مخاطر او را آزاد میله داخل قفس نمیله. اینجی بچم چرا داخل قفس و واقعا هم یک پرنده خوبی است. نامش چی خاله؟ اون ما که جایش مانده نکن نشونه دو طرفه. پرنده ها در کل صدای قشنگی دارند. البته سو ستن پاکستان آنها چینی کیا مرغ مینا زیستگاه جنوب آسیا هند و پاکستان. اونش که پاشو و پاهای چیه سرخه نامش زیستگاه نوک سرخه زیر محل زیستگاهشی محل زندگیش خود ایران. اونو چیه؟ بریم ببینیم. چه جالبه گردون سفید سرشم دیگر رنگ. اینی پرنده های دیگهش را در جاغوری چی هم گفتک؟ پودنه هم گفتک به نظر. البته در جاغوری پودنه هم گفتک. در دیگه ولایت های افغانستان شاید دیگه چیز بگه زیاد دقیق خبر نیستم ولی در جاغوری پودنه هم گفتک احتمالا. خب بریم دیگرایش رو ببینیم. خب دوستان عزیزی هم از پری طاووس که مردم در از این اعتقادن که میگن پری طاووس دلیل چشم زدگی و حسد و همین چیزا خوبه. اینم یکی از حاملا خریده و موقع در خانه دوستان عزیز تا جایی که ایران خود یک کشور اسلامی است در هر جایش که بری هر پارک و جاهای دیدنیش در کل هر جایش که بریم نمازخانه است. دیگه یکی از خوبی های ایرانیه که امکانات نسبت به افغانستان بالتره. در جایی که بریم همه سرویس بهداشتی و نمازخانه‌شی حتما است. خب بریم بالا فضای از یک جای بلندتر ببینیم چه رقم است. بازم خیلیشون پیشنهاد می‌کنم که هر وقت در قم آمادیم حتما در باغ پرندگان یک سر
صدای تاوسا. دوستای عزیز، قسمی که می‌گردین اینی همو در بلندترین نقطه ای از این باغ پرندگانی بمیالی و واقعا یک فضای دلکش و زیبایی داره، چون از فضای باغ پرندگان یک جای طبیعی دلواز دلکش. از آنجایی که ما در جاغوری در یک فضای باز و طبیعی، خلاصه در طبیعت زندگی کردیم، شهر قم واقعا خسته کننده بود، ولی اینی که کردیم یکم متفاوت‌تر نسبت در دیگر جاهای قم است. چون ایران یک در کل یک کشور اسلامی است، مسجد و زیارت و همه چیزا زیاده و از وقتی که اندم فقط رفتم در مسجد فلانی، در مسجد پسترنی، ولی اینی یک جای متفاوته. واقعا هم خوشم آمد از اینجا، چون عاشق طبیعت. وقتی که در افغانستان بودم دوست داشتم که برم از باغ وحش کابل یک سری ببینم، یعنی حیوانات مختلف روش کنم، ولی از وقتی که طالبان آمده برای دخترها اونجا سختگیری زیاد شد، جاهای عمومی را اجازه نمیداد دخترها بره، ولی امی میدان سبز یا امی پارک داود که در انگوری جور شده، در اونجا چند دنم امی شادی و طاووس و اینا بود، البته زیاد نبود. از آن رفتم سیل کردم، ولی خوش داشتم یک دفعه برم در باغ وحش کابل و ببینم حیوانات مختلف را که چی رقم هستن، از کجا یاره میگره میره. نشده ولی در اینجا روش کردم، ولی باغ وحش اینجا فکر کنم بیشتر شده.
دوستای عزیز، این از آخر ویدیو. خیلی تشکر که تا آخر ویدیو ما را همراه بودید و چینل یوتیوب را بیننده بودید. و دو چیزی که در از باغ توجه ما خیلی جلب کرده، امی توتی و طاووسا بودن که خیلی هم دو تا پرنده قشنگ و مقبول و مهربانی هستند. گرچه در این باغ پرنده های گوناگونی بود، ولی همین دو دانه پرنده طاووس و توتی ها بیشتر توجه جلب مونه. خب دوستای عزیز، تشکر که تا آخر ویدیو ما را بیننده بودید و امیدوارم از این به بعدم ما را حمایت کنین و حتما اگر کدام نظر و انتقاد و پیشنهاد داشتید در کامنت ها به اشتراک بدین. خوشحال باشم از نظراتتان و حتما ویدیو را لایک و سابسکرایب کنین و کامنت هم از یادتون نره. خدا حافظتان تا ویدیوی بعدی. حتما بیننده باشید تا یک جای دیدنی دیگری شهر قم را بلدشم و نمایش بین. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.